سوال، وقتی مادر در عالم دنیا مهربانترین شخص کی هست؟ بلند میشتم کی هست؟ مادر. مهربانترین شخص مادر است. وقتی مادر به پسرش میگه پسرم این کار را نکن، پسر لجاجت میکند با همون کار را انجام میده. برش میگه نکن، با سرکشی میکند همون کار را انجام میده. این را نخور، میخورد. این را نشکن، میشکراند. مادر چی کار میکند؟ شروع میکنه به لط و کوبش. مادر لبریز کرد، سیلی میزند، حتی چاپ انگشتانش گاهن به صورت امون طفلش میمانه. از شما پرسان میکنم این سیلی زدن به خاطر دشمنی هست؟ بلند میشتم، این سیلی زدن مادر به خاطر دشمنی هست؟ نه خیر. چون اگر به مادر بگوییم مادر تو دشمن فرزندت هستی، فرزندت غلط و کوب میکنی، او میگه این سیلی دشمنی نیست، این سیلی محبت است، این سیلی تربیه و ادب است، این سیلی مراقبت است که فرزند ما در آینده خود را هلاک نکنه، سرکش نشه، طغیانگر نشه. از مادر بالاتر مهربان کی است؟ بلند از مادر مهربانتر الله است. او وقتی میبینه که بنده مسیر را رها کرده، وقتی میبینه بنده سرکش شده، وقتی میبینه بنده لجاجت میکنه، وقتی میبینه بنده با صدها نشانه و علامه‌ای که الله برش نشان میده بنده ام بیا به سمت من، بیا به سمت من، اینجا آرامش است، اینجا راحتی است، اینجا لذت است، اینجا قلبت آرام میشود، اینجا زندگی است، اینجا رضا است. وقتی بنده نمیرود به سمت الله، الله چکش را میگیرد. این چکش محبت است، نه دشمنی. این چکش تخویف است که بترساند تو را برگردی به سمتش. و ما نرسل بالآیات الا تخویفا. ما نمیفرستیم این نشانه های خود را، این سیلاب و زلزله ها را، مگر برای ترساندن شما که تو شما برگردین در آغوش رحمت خدا. این سیلی ها برای محبت است، نه برای دشمنی، برای بیدار کردن است، نه برای نابود کردن. پس بیاییم عزیزان من برگردیم بیدار شویم. ولو بسط الله الرزق